السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، همین روزها بسیاری ها میپرسند که آیا جشن گرفتن سال نو برای ما مسلمان ها درست است یا درست نیست؟ حتی از این روزها یک ماه پیش از سال نو همین سوال ها میپرسند، بسیار میپرسند. برای چنین شخص ها من یک سوال دادنی هستم برادران عزیز و امیدوارم که در کامنتاری شما جواب میدهید. برادران عزیز، آیا شما بار دیده اید که یک شخص نصرانی، یک شخص خریستیان رفته در عید قربان از پاپ خودش سوال کند که من عید قربان را جشن میگیرم، آیا جشن گرفتن عید قربان برای من درست است؟ یگان مراتب شما مشاهده کردید؟ آیا دیدید که یک شخص نصرانی یا یک شخص یهودی نزد پاپش رفته گفته است که یا پرسیده است که عید قربان شده است و من یک گوسفند میخرم و قربانی میکنم، آیا در دین ما همین درست است یا نه؟ گفته آیا بار مشاهده کردید همین کار را کرده است؟ برای چی ما مسلمان ها هر آن چیزی که از خارجه از فرهنگ بیگانه میبیاید آن را میخواهیم که چیکار کنیم؟ موافق اسلام گویا همون را دراریم و اسلامی کنانیم. برای چی ما وقتی حفظ کردن هویت ملی میگوییم در سال نو آن را فراموش میکنه؟ برای چی؟ آیا یک نفر عید بیگانه را جشن گیرد هویت ملی را از دست نمیدهد؟ یک سوال دیگر، مسلمان وقتی سال نو را جشن میگیرد چی را به دست میبیارد؟ ما وقتی میخواهیم سال نو را جشن گیریم یک ماه تنتنوار ما او را چیکار میکنیم؟ آمادگی و تیاری و مغازه ها و بازارها و کوچه ها همه را با سال نو با فرهنگ بیگانه زیب و زینت میدهیم. ما چرا به دست میبیاریم قبول بیگانه را؟ وقتی ما سال نو را جشن میگیریم برای ما قرصک میزنند و میگویند که ها تو مثل ما شدی، قبول میکنند. یعنی قبول آنها ما را قبول کردنشان و نکردنشان با جشن گرفتن سال نو و عیدهای آنها است. برای چی؟ شما وقتی یک عید و یک جشن بیگانه را انسان جشن میگیرد معلوم است که یک انسان پست به بالا پیرو می شود. تا کی ما وقتی دعوای استقلالیت میکنیم، وقتی دعوای هویت ملی میکنیم، تا کی ما پیروی یک فرهنگ بیگانه، پیروی عید بیگانه، تقلیدها و عرف و عادتهای بیگانه میشویم؟ خب بیایید 100 سال پیش نگاه کنیم. اجدادان ما و شما، باباهای ما و شما، بابای و بیبی ما و شما چه خیلی که امروز تنتنوار جشن گرفته ایستادند همین خیلی جشن میگرفتند. سال نو گفته کوچه ها و خانه ها و بازارهایشان را زیب و زینت داده. همین چیز بود؟ نبود. این یک شکل زوراوری فرهنگی و ملی نیست؟ برای چی ما از یک طرف دعوا میکنیم که ما صاحب استقلال هستیم، ما هویت ملی داریم، از طرف دیگر یک ماه پیش ما آمادگی میبینیم برای جشن گرفتن یک ایده که اجدادان ما و شما نداشتن آن را. اصلا شخص مسلمان باید سرچشمه داشته باشه. هر یک کاری که ما و شما میکنیم، ما که الحمدلله دعوای اسلام و مسلمانی داریم، بنده مؤمن و مسلمان پیش از هر یک کاری که انجام میدهد باید بپرسد که آیا همین کاری که من میکنم سرچشمه من یعنی قرآن و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ الله تعالی در قرآن کریم، قرآن که سرچشمه ما و شما است، در قرآن کریم آشکار و واضح بیان کرده است. همون سوره ای که هر یکی ما و شما امروز در نمازهایمان ضم میکنیم، الله تعالی آشکار میگوید لکم دینکم ولی دین. برای شما دین شما است و برای من دین خودم است. از این چیز نه من نه شما یگان نفر نباید که شرم کند یا سرش را خم کند. این یک چیزی نیست که ما و شما چیکار کنیم؟ سرمان را خم کنیم. دین ما و شما دین اسلام است و دین آنها دین نصرانیت است. بگذار آنها همچون نصرانیت عیدهای خود را داشته باشند، جشن گیرند، اما ما و شما به دین آنها چیکار داریم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه هجرت کردند، در مدینه یهودا بودند، در مدینه نصرانی ها بودند کم و بیش.
دیگر دین ها بود در مدینه و همچنین مشرکان بودن، آنهایی که بت پرستی میکردن و آنها ایدهای دیگر داشتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اید آنها رو دیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لقد ابدلکم الله بعیدین خیر منهما. الله تعالی برای شما دو اید داده است که از آن ایدها بهتر است. ما اید داریم که از این ایدها بهتر است. اید رمضان، اید فطر و اید قربان. ما اید داریم. وقتی انسان یک چیز را ندارد، بعد کوشش میکند که به دیگر چیز از دیگر جایها همان را جستجو کند. اما الله تعالی برای ما و شما اید بهترین را داده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث دارند که بسیار حدیث عجایب. هر باری که من حدیث را میخوانم، همین حدیث را میخوانم، در حیرت میمونم. برای چی ما مسلمان ها از این حدیث گاه فرسخ ها دور میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود میفرمایند لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نفران پیدا میشود که عرف و عادت و کارهای پیشینیان را، اهل کتاب را، یعنی نصرانی ها و یهودیان را پیرو میشه. شبران به شبر، وجب به وجب، قدم به قدم با آنها پیرو میشه. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتی یک سوراخی سوسمار وقتی آنها در آمده روند، خانه بدبوی سوسمار میدرویند، شما هم از قفای آنها در آمده میروید و نفهمیده میمونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا به همان نفرهای اشاره کرده ایستادند که پروای دین و پروای یگان چی را ندارند، وجب به وجب، قدم به قدم. وقتی میگویی که برادر عزیز این موافق عقیده ما و شما درست نیست. برادر عزیز، مسلمان باید با دینش عزیز باشد. انسانی که عزت ندارد، انسانی که ضعیف است، انسانی که بیچاره است، انسانی که هویت دینی و ملی ندارد، همیشه خودش را پس احساس میکند. وای پیروی یک نفری است که بزرگتر است از او، پرقوتتر است از او، وای همیشه کوشش میکند زیر همون آب شود. اما مسلمان چنین نیست. اما تو باشی میگویی که چه است سالی نو همه کرده ایستادند کو. امروز دنیا جشن گرفته ایستاده است. شما انسان های تنگ نظر و تنگ فکر نشوه. نه برادر عزیز، برعکس همونها حتی غیر مسلمان ها وقت ما و شما صاحب مبدأ، صاحب پرینسیپ میشویم، عزت و احترام میکنند. برعکس انسانی که مبدأ ندارد، انسانی که پرینسیپ ندارد، آنها نیز آن را احترام و عزت و احترام نمیکنند. شما گمان نکنید که وقتی شما آب میشوید زیر پرینسیپ آنها شما را عزت و احترام میکنند. نه، هرگز. نفری که صاحب پرینسیپ است آن را عزت و احترام میکند، برای اینکه میداند که او قوی است. بنابراین در این دنیا همیشه شخص قوی را احترام میکند. شخصی که به عزت است، عزت خودش را، عزت دینش را، عزت هویت ملیش را احترام میکند و در آن پایدار است، آن را احترام میکند. نه اینکه یک شخصی که نه مبدأ دارد، نه پرینسیپ دارد، یگان چیز ندارد، کی به کجا و به چه خیل کشاله کند میرود، کورکورانه. یگان نفر چنین شخصیت را عزت و احترام نمیکند. ما به سال نو از این نگاه کنه، بعد میفهمیم که آیا درست است یا درست نیست. وقتی من یک آیت قرآن یا یگان چی را بیارم، شاید اکثریت قبول نکنند آن را، اما برادران عزیز از این نگاه کنه. اما یا همون نفری که تو امروز جشن گرفته ایستاده، عزیز نیستی، تو پرینسیپ نداری. برای چی یک دینی بیگانه رو، یک فرهنگ بیگانه رو امروز تو در خانه ارچه آوردی و آرا و تارا داده جشن گرفته ایستاده؟ بابا یا بابا کلانی تو همین کار رو میکردن؟ نمیکند البته. یا دیدی که یک نفر سر و لباسی تو رو اقلا سر و لباسی ملی که امروز تو دعوا داری در دیگر جایها احترام کرده آن را پوشیده ایستادن؟ نه، هرگز.
قبول نداره. هر یک قوم و هر یک دین و هر یک ملت عرف و عادت و تقلید و ایدهای خود را دارن. برای چی ما امروز اگر جشن گیریم و نگیریم ما تنگ نظر و تنگ فکر می شدیم؟ شاید صحبتم طولانی شد، ولی باید این چیزها رو باید بگوییم، باید بیان کنیم. برادران عزیز، الله تعالی هر یکی ما و شما رو هدایت کنه و الله تعالی چنانه که در قرآن کریم در سوره فاتحه که ما و شما هر روز در نمازهایمان در هر یک رکعت نمازمان زمزمه میکنیم و تلاوت میکنیم، الله تعالی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط المستقیم برای راست هدایت بکن. صراط الذین انعمت علیهم، آن راهی که بر پیامبرانت نعمت داده بودی، راه پیامبران، راه صحابگان. آیا ما این آیت ها رو وقتی تلاوت میکنیم به معنای صرفا میرویم؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راهی نصرانی ها و یهودی ها، آنهایی که گمراه شدند و آنهایی که به غضب تو گرفتار شدند. هر روز این آیت ها رو ما در نمازمون میخونیم اما با آن عمل کردن جرأت نداریم. الله تعالی هدایت کند و الله تعالی ما و شما رو بر راه صراط المستقیم، بر دینمون، بر عقیدمون استوار گرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتون باشه.